چرا اونایی که عقل ندارن اونا هر چی که میگوین، هر کاری میکنن، برای اونو هیچ گناهی وجود ندارد، اینه که از عقل بیگناه هستن. حتی یعنی ببینید، یعنی وقتی که دیوانه هست یعنی از عقل بیگناه هست. حتی در نکاح اون دیوانه چی مرد چی زن باشد، در نکاح یا پدر یا مادری اون دیوانه از تن او تن نفس میبخشد یا قبول میکند. طلاق رو از نام اون دیوانه واریسش یا طلاق میکند یا قبول میکند. ببینید یعنی شریعت اسلام پروردگار بسیار بینهایت رحمتش وسیع است. حتی در نکاح و طلاق هم گپش اعتبار ندارد. حالا کفر میگوید، چیکار میکند، چیکار نمیکند، خداوند عزوجل اون رو عذاب نمیکند. چرا اون رو عذاب نمیکند؟ به خاطری که عقل ندارد. اما چرا اون انسانی که عقل دارد اون رو عذاب میکند؟ به خاطری که عقل دارد. اگر عقل نمیداشت عذابش نمیکرد. حالا که عقل دارد، پروردگار میگوید خرسندی رو احساس میکردی؟ میکردم. غم و اندوه رو احساس میکردی؟ میکردم. گرسنگی رو احساس میکردی؟ میکردم. نیازمندی رو احساس میکردی؟ میکردم. پس چرا فکر نکردی که کی تو رو خلق کرد؟ کی تو رو آورد؟ کی تو رو به اختیار مجبور آورد و مجبور از این دنیا بود؟ چرا این عقلت رو استفاده نکردی که کی است که من رو مجبور میارد؟ در اختیار خودم نیستم، مجبور. همه که ما و شما اومدیم، همه جایی که ما و شما اومدیم مجبور اومدیم. کدوم یکی از ما و شما اختیاری اومدیم که کی در جو فرزندی کی بیاییم یا پسر یا دختر بیاییم؟ هیچ کس اختیاری اومدگی نیست. همه مجبوری اومدگی هست. نه وقتش، نه مکانش، نه پدر و مادر، نه زمان، هیچ چیزی در اختیار نبود اومدیم. حالا رفتن در اختیار ما و شما هست. حتی رفتن هم در اختیار ما و شما نیست. نمیدونیم کی میرویم، در کجا میرویم.